یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. تقدیم به سلاله پاک هستی، همون که جهان در انتظار اوست. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرود آی که خانه خانه توست. کانون فرهنگی و هنری نجوا تقدیم می کند آسیب شناسی فرهنگ عزاداری. تهیه کننده موسیرضا دلخواه. کلیه حقوق مادی و معنوی این مجموعه محفوظ و هر گونه تصرف و کپی برداری از آن شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. زیارت میکنم امام رضا، حرم حبیب و حسین غریب و کرب و بلا، بوی سیب و اول گل دوم گل دسته دلا رو میخره. بسوزم تا که فناشم، دوست دارم کنار عالم از حیله پهلوونه همه سائل اولای یاسکو دارم خراب و ارمانی دارم همه برادران یسو و خیش مکن، دورم از خیش مکن. حیدر خالق ارض و سمایی هستم و حیدر پرستم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما گمان نکنید که اگر این مجالس اعضا نبود و اگر این دستجات سینه‌زنی و محاصرایی نبود 15 خرداد پیش می آمد. هیچ قدرتی نمیتوانست 15 خرداد را عنطور کند مگر قدرت خون سید الشهدا، و هیچ قدرتی نمیتواند این ملتی که از همه جوانب به او هجوم شده است و از همه قدرت‌های بزرگ برای او توطئه چیدند، این توطئه را خنثی کند الا همین مجالس اعضا. امروز دنیا تشنه است، تشنه الگوهای عملی و رفتاری ندارن. ما داریم، اینا رو باید معرفی کنیم. خب میشه با سخنرانی معرفیشون کرد، اما سخنرانی کجا؟ کار هنری
که شما میکنید کجا؟ کار شما کار هنری است، هم شعر است هم القا است. خود القا هم هنره، غیر از هنر شعر هنر القا، هنر مطرح کردن اونچه که در ذهن هست، این هم یک هنری است. این کار هنرمندانه که شما میکنید اگر با جهات گوناگون هنریش همراه باشه و ملاحظه بشه و این مضامین را داشته باشه، اون وقت میشود همون شعر دعبل، میشه همون کمید، میشه همون سید حمیری که خوندن قصیده او رو علامت ایمان معرفی میکنه. شریعت اسلام به عنوان دین کامل الهی از مؤلفه های بسیاری برای حفظ و گسترش خود سود میبرد. یکی از اصلی ترین این راه ها مسئله محبت اهل بیت و پیوند روحی و معنوی عمیقی است که بین پیروان این مکتب و معصومین علیهم السلام به عنوان اولیاء الهی و جریان دهندگان آیین حق در پهنه هستی ایجاد می شود. مدیح سرایی ها و عزاداری های مردم در ایام ولادت و شهادت اهل بیت علیهم السلام یکی از بارزترین شیوه های ابراز محبت شیعیان به ائمه اطهار می باشد. امروزه که قرنها از ظهور اسلام در شبه جزیره عرب می گذرد، به راحتی می توان سهم تأثیر گذار این گونه مجالس را در بقای دین راستین اسلام مشاهده کرد و به خصوص به این جمله حضرت امام اذعان نمود: این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. با این بیان میتوان واقعه کربلا و مصائب بعد از آن را در همین راستا و به عنوان حرکتی اصولی از سوی امام حسین علیه السلام و همراهان با وفایش در جهت حفظ و بقای اسلام ارزیابی کرد. و اما آنچه مسلم است این که مقوله عزاداری برای ائمه همانند دیگر پدیده‌های اجتماعی هیچگاه از خطر انحراف و آسیب به دور نبوده و نخواهد بود. به نظر میرسد مدیح سرایی و مرثیه خوانی شیعه تا کنون دستخوش تحریفات، بدعت‌ها و خرافه‌های مختلفی شده است که البته با هوشیاری و توجه علمای اسلام و پیروان آگاهشان بسیاری از این آفات کشف و رفع شده است. با این همه به نظر می رسد امروزه به دلیل شرایط خاص زمانه و به خصوص این که همه تلاش دشمنان اسلام برای کمرنگ کردن تأثیرات معنوی مدائح و مراسی در اجتماع مسلمین و حتی به قصد دوری از موضوع اصلی دین و اثر بخشی منفی به این جریانات می باشد. لذا لازم است تا علما و متدینین جامعه از شیوه های باطل و آسیب های موجود در برخی از این مجالس آگاه شوند. فیلم حاضر مجموعه است که در همین راستا و به منظور اطلاع رسانی جهت آسیب شناسی هیئات مذهبی و عملکرد مداحان و بانیان برگزار کننده این تجمع‌های مذهبی تهیه و تدوین شده است. امید که با روشنگری های این مجموعه و نیز با درایت و توجه خاص از سوی هیئات عزاداری به زودی این گونه انحرافات و بدعت‌های باطل از مجالس شادی و عزای ائمه اطهار علیهم السلام ریشه‌کن شود. اینک به بازشناسی پاره‌ای از این آفات موجود می‌پردازیم.
یکی از آسیب‌های شایع در عزاداری‌ها برهنگی عزاداران در حالت عزاداری و سینه‌زنی است. البته هرچند که فی نفس اشکالی از سوی شرع مقدس به این گونه رفتار وارد نگردیده، اما به دلیل آنکه عموماً صحنه‌های عزاداری تصویربرداری و در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد، پخش چنین تصاویری در سطح جامعه رفته رفته باعث بروز برخی حالتهای افراطی و غلط در این شیوه می‌گردد. لذا لازم است تا حساسیت بیشتری به خرج داد و نسبت به حالت افراطی برهنگی توجه خاص نمود تا این سیره پاک و سنت حسنه دستخوش آفات و سوء استفاده سودجویان مریض دل نگردد. به همین خاطر بسیاری از علما و مراجع بارها و بارها از سبک و سیاق برهنه شدن بعضی از هیئات عزاداری ابراز ناراحتی کرده تا جایی که برخی از ایشان به منع برهنه شدن عزاداران حکم نمودند. من خواهش میکنم در مجالستون هیچ وقت مردم رو دعوت به پیراهن درآوردن و برهنه شدن نکنید. سابقا معمول بود، الان هم هست، پیراهن‌های سیاهی هست، جلو سینه‌اش بازه میخوان سینه بزنن، یا پشت بازه میخوان زنجیر زنی بکنن، پیراهن هستن در نیارن. این در مجالس امام حسین مصلحت نیست، در عصر و زمان ما به ضرر ما. اونایی که لباساتون رو در میارید، من معنیش رو میگم، یعنی من از پیرن دنیا، از این حجاب ظاهری من از این حجاب ظاهری من میگذرم. وقتی دستت میاد بالا و سینه میزنی، یعنی من از خودم هم میگذرم.